این ویدیو رو دیدی طرف سرش کنده میشه. This is the Megamind edit. Weird, right? اینو بی خیال، بیا بریم خفن همینو بهت یاد بدم. دوربین رو اینجا ثابت میذاری، یه فیلم از خودت تو این حالت میگیری. فیلم دومو همین حالتش اما یه ذره نزدیکتر میگیری. کپکاتتو باز میکنی و فیلمایی که گرفتی رو انتخاب میکنی. روی فیلم دومت کلیک میکنی و ریموو بیجی رو انتخاب میکنی. کاستوم ریمووال رو میزنی و مچ دستتو برش میدی. بعد از اینکه به این حالت در اومد، اوورلی رو میزنی و با ویدیوی اول تطبیق میدی و دست ویدیوی دومی که برش دادی رو کوچیک میکنی و روی دست ویدیو اولت میذاری. با اون علامت لوزی یک کی فریم بذارید و بزرگش کنید. این آتیش هم از کانال تلگرامی من دانلود کن. اوورلی، اسپلیس و فیلتر رو بزن و با دستت تنظیمش کن و به همین سادگی. اگه بازم از این ویدیوها میخوای سابسکرایب کن.